درود و وقت بخیر رفقای عزیزم. تو این ویدیو در مورد المپیک 2024 مسیر مسابقه کراس کانتری و مدعیان قهرمانی با هم صحبت می‌کنیم. جالب بدونید که در یکی از روستاهای اطراف پاریس برگزار میشه. 30 کیلومتر با پاریس فاصله داره، تو جنوب غربی پاریس هست و اسم این روستا حالا اون منطقه النکورت هست، اگه تلفظ فرانسویش هم همین باشه. مسیر مسابقه به طول 4.4 کیلومتره که ارتفاع کم و زیادی که میخوام بکنن، یعنی ارتفاعی که کم و زیاد نشه به حال، تو حدود 110 متره و استارتش فکر میکنم از ارتفاع 296 متری هست. اگه اشتباه گفتم تصحیح میکنم، پایین زیرنویس میکنم براتون. و مدعیان زیادی هست. تام پیتکاک هست که میخواد از عنوان قهرمانی المپیکش که 4 سال پیش به دست آورده رو دفاع کنه ازش، و همچنین نینو شورتر که دوست داره یه رکورد بی‌نظیر رو از خودش به جا بذاره، که الان هم یه رکورد فوق‌العاده بی‌نظیر رو داره در مورد قهرمانیاش. و همینطور رایدر فرانسوی و رایدرهای هلندی که حالا به تفکیک بهشون میپردازیم مدعیان قهرمانی المپیک 2024 هستن. تاریخچه این شهر یا حالا اون روستای اون منطقه خیلی برای خودم جالب بود که قدیم محل دفن زباله بوده و در سال 1980 یه جوری حالا تغییر کاربری میده و حالا میشه یه پارک مصنوعی. سال پیش مسابقه توش برگزار میشه 2023 و جواز برگزاری مسابقه المپیک رو میگیره. طراح معروف این مسابقه، یعنی این مسیر مسابقه کیه؟ طراح مسیرهای مسابقه ریو دو ژانیرو، توکیو و گلاسکو بوده. کسی نیست جز نیک فلورس. نیک فلورس از سال 2021 که این مکان و این تپه مصنوعی انتخاب شد برای مسابقه المپیک، مشغول ساخت و طراحی این مسیر بود که حالا سال پیش مجوز گرفتن برای برگزاریش. و این مسیر فوق‌العاده خشن و تند و تیز هست و دیگه حالا راک گاردن و همه چی توش هست و یه مسابقه فوق‌العاده بی‌نظیر رو شاهد خواهیم بود. متاسفانه فکر میکنم به طور زنده نتونیم ببینیم، چون شبکه‌ای که پخش میکنه مسابقات دیسکاوری پلاس هست تا الان، که حالا اون با امتیازش خریداری کنید و اینا حالا از بحث ما خارجه، ولی اگه تونستیم ببینیم که با هم دیگه میبینیم و لذت میبریم. و حالا میخوام مدعیان قهرمانی المپیک 2024 رو با هم ببینیم. نفر اول که فرانسویه به خاطر پوینت بالایی که داشته، استارت لیست 1 داره، ویکتور کورتسکی هست از تیم اسپشیالایزد. نفر دوم توماس فلیکیگر هست که رایدر سوئیسیه و نفر سوم نینو شورتر هست. بقیه رایدرها هم براتون سعی میکنم اینجا یه جای از این تصویر قرار بدم استارت لیست. و توماس پیتکاک که مدعی اصلی قهرمانی هست و مدافع عنوان قهرمانی 4 سال پیش. استارت لیستش 8 اینا بر اساس حال پوینت هایی که تو سال گذشته به دست آوردن استارت لیست ها گذاشته شده. نکته مهم برای توماس پیتکاک نبود متیو وندرپول و نکته بعدی برای ما، چون دوست داشتیم این رقابت رو ببینیم، چون اعلام کرده بود مثلا تمرکزش رو تور دو فرانس و مسابقات جاده‌ای میذاره و کاری به کراس کانتری نداره. و فکر میکنم یه مقدار حداقل برای ما که دوست داشتیم فرار این دوتا رو کنار هم ببینیم یه مقدار بد باشه. ولی خب قطعا به خاطر مسیر پرفراز و نشیبی که طراحی کرده نیک فلورس مسابقه خیلی جذابی رو خواهیم داشت. در مورد مدعیان قهرمانی خانم ها بذار من لیست رو چیز کنم که وقت اشتباه نگم. خب الساندرا کریر از سوئیس هست، پوک پیترسه نمیدونم یه خورده سخته، پاولینا تو کشور خودش هست و نفر سوم لیست هست با 1964 تا امتیاز. و لونا لیکوموته فرانسوی. باز این دوتا فکر میکنم مدعیان اصلی قهرمانی بخش خانم‌ها باشن. خودم که یعنی بین پاولینا و دوست دارم یا پاولینا یا لونا باشه، ببینیم چی میشه. آخر مرسی از همراهیتون. مثل همیشه اگه اطلاعات بیشتری خواستین تو گوگل سرچ کنید، برای ما کامنت کنید، ما میخونیم، اطلاعات بیشتر درستون میاد. و اینکه از تمام تلفظهای اشتباهی که صورت گرفت از سوتیا عذرخواهی میکنم، پیش میاد چون ویدیو رو دوست نداشتم چند بار بگیرم. مرسی بابت همراهیتون. لایک، سابسکرایب و کارهای اداری به عهده خودتون. ممنون بابت همراهیتون. شاد و سلامت باشید.